سلام علیکم، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من امیرم و توی این کانال ویدیوهای آموزشی و گیم پلی رو میذارم. پس اگه به این جور ویدیوها علاقه‌مندی حتما کانال منو سابسکرایب کن. خب آقا، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یه تشکر خیلی ویژه کنم از همه اونایی که دارن منو حمایت میکنن. امیدوارم که بتونم این لطفتون رو جبران کنم. خب آقا، بریم سراغ ویدیوی آموزشی امروزمون که براتون یه سنس خیلی عالی رو آوردم. همین گیم پلی رو هم من با همین سنس بازی کردم و فیلمش رو براتون گذاشتم. گیم پلی رو حتما تا آخر نگاه کنید و آخر همین ویدیو میریم که سنس هم ژیروسکوپ و هم بدون ژیروسکوپ رو بهتون نشون بدم. You're about to win. Clear. Blue team victory. خب بچه‌ها، به زمین تمرینی اومدیم تا هم از ریکوئل تست بگیریم و هم یه چیزی رو بهتون بگم. من خیلی وقت با ژیروسکوپ بازی میکنم و بدون ژیروسکوپ نمیتونم بازی کنم. پس اگه توی ریکوئل گیری سنس بدون ژیروسکوپ ضعیف عمل کردم، پیش خودتون فکر نکنید که این سنس به درد نمیخوره. این سنس خیلی خوبیه و بعد از چیدنش خودتون متوجه میشید که سنس خیلی خوبیه. خب بچه‌ها، اول بریم که سنس بدون ژیروسکوپ رو با هم دیگه تست کنیم و بعدم بریم سراغ ژیروسکوپ. خب از ردات که اسکوپ 1 شروع میکنیم تا اسکوپ 6. بچه‌ها بازم بهتون میگم، من اگه توی سنس بدون ژیروسکوپ ضعیف عمل کردم، چون من با ژیروسکوپ بازی میکنم، به سنس بدون ژیروسکوپ عادت ندارم. خب حالا بریم سراغ سنس ژیروسکوپ. سنس ژیروسکوپ هم از ردات شروع میکنیم تا اسکوپ 6 که آخریشه. خب بچه‌ها، اینم از این سنس. حالا بریم که سنس رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها میتونید از درجه ها اسکرین شات بگیرید که راحت‌تر بتونید بچینیدش. خب اول سنس بدون ژیروسکوپ رو بهتون نشون بدم و بعدم بریم سراغ سنس ژیروسکوپ. خب بچه، حالا بریم سراغ سنس ژیروسکوپ. اینم از سنس ژیروسکوپ که بازم از این قسمت میتونید شات بگیرید که راحت‌تر بتونید بچینیدش. خب بچه، اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپارمتون.